موضوع دیگری که باید بیان شود است که شرایط سخت زندگی را مسئول اهداف ما ندانیم. من میخواستم فلانی چیز داشته باشم، میخواستم به فلانی منزلت برسم، به فلانی مقام برسم، اما بنابر شرایط سختی که بود نتونستم، بنابر دلایل خاص. به طور مثال من حوصله نداشتم فلانی کار انجام بدم، وقت کافی نداشتم، برنامه ریزی نداشتم، پول نداشتم، محدودیت های فراوان بود، زمانم کافی نبود. این ساختنی است. اهداف که است به دست آوردنی است. بیشترین اشخاصی است که نه دارایی داشته، نه مقام خوبی داشته، به طور عامیانه از یک فامیل غریب، از یک فامیل بسیار سطح عام اما لهجه عامیانش کرد، برخواسته و به یک جای رسیده. من که نخواهیم به طور مثال به یک جای برسم، من که نخواهیم یک چیز به دست بیارم. مشکل اساسی منه، مشکل موقعیت زمانی من نیست، مکانی من نیست.